هلو گایز، چطوری ستون گنگ کلاف موبایل باز؟ خیلی خوشحال خود شروینم وایتی بچه اومدم راجع به چند نفر چیتر صحبت کنم. اولین نفر چیتر که به نظر من بازیش خیلی خوبه، یعنی اصلا چیتر نیست ها، یعنی اصلا ما غیر از اینی که بگیم یارو چیتر نیست، بازیش خداه، یعنی حرف نداره و هر کسی که جلوی ایشون بره چی جنازه برمیگرده. حالا جلوتر اسمشو میگم. کلن 13 یکی دیگه از چیترهای قربون کلن 13 برم که ماشاءالله از نوب سگ ترین پلیرشون تا خدا ترین پلیرشون که باشه، که همون خداشم با چیت شده خدا، کلن 13 رو تشکیل دادن. کلن انوا یکی از کثیف‌ترین کلن هایی که من به عمرم در کلاف موبایل دیدم. این کلن هم که تک و توک چیتر توشون داره. کلن 13 فکر میکنم، حالا ما دقیق نمیدونم، نگی شروین تو چیزی که نمیدونی حرف نزن، نمیدونم، ولی فکر کنم کلن 13 همون احیا شده، یعنی انوای همون احیا شده 13. بعضی از کلن 13 شده رفته تو انوا شده کلن انوای. کلن ها بگذاریم، من حضور ذهنم ندارم. میرسیم به آقای حنیف جان. حنیف جان داداش نگاه، اینا همه چیت نیست ها، اینا که میبینی منو کیت میزنم اینا اصلا چیت، اینا مهارت هایی که من 900 میلیارد دادم به اکتیویژن و اینا همه مهارته. نگاه الان شات هایی که میزنم، تمام این موومنت هایی که میزنم یارو نمیمیره، اینا مهارته. نگاه یکی اینجا یکی اینجا، میرم تو ریلود، اینا نمیدونم چرا نمیخوره. ای بابا، مثل که خوب این پولی که دادم به اکتیویژن خوب کار نمیکنه، اصلا کار نمیکنه. میدونین چی دارم میگم؟ یعنی اصلا به هیچ عنوان این مهارت ها کار نمیکنه. یه ایم اسیست 10% باید بزنم، تو به من گفتی من گوش ندادم، یه ایم اسیست 10% 20% بزنم، اسنایپ حالا میس میدم ولی حداقل رجستر تیر بهتری دارم تو ازوت رایفل. نه اشتباه کردم، من واقعا عذرخواهم از همینجا اتیریمون، از آقای حنیف که حتی پوشه های کانفیگ هایم بلده و من واقعا بلد نبودم و قاصرم و عاجزم، ناتوانم، معلولم، من یه خاک برسرم، به حرف تو گوش ندادم. چرا؟ آخه امیدوارم که من ببخشید. من حداقل به یه اتچمنت عنیف پی بردم، اتچمنت بی پی 50 که دست درد نکنه، حداقل اتچمنتت راهی و گوارای وجود من شده تا به این لحظه از زندگیم قدردانم از تو و کلن زیبای تو در عرصه کال اف دیوتی موبایل. آره بچه، حالا جلوتر میریم راجع به اتچمنت صحبت میکنیم. اینه که بگیم یعنی چی. بچه‌ها میزنیم ای بابا دیدی نگاه، وقتی به حرف نمیکنی یه ایم اسیست 20% داری بزنی، نتیجهش همیشه این، همه رو میس میدی. غیر از اینه همه رو میس میدی دیگه، درسته؟ غیر از که نمیشد که این نمیشد. نگاه بچه‌ها، اینا یه دونه نگاه، یه همه دمیج دادم، یه دونه دمیج شد. حالا این همه دمیج میکنی، این همه برابر میکنی، یارو نمیمیره. حالا اینجا رو نگاه، حالا اینجا خیلی جالبه ها. نگاه اینجا با بی 50 میگیرم روش، یارو میمیره. اینا همه بچه چیت نیست ها، اینا مهارت هم نیست، اینا یه دونه انرژی ماورای طبیعیه، میدونی، خارج از کلا کهکشان راه شیری اومده، داخل راه کهکشان شیری شده، وارد منظومه شمسی شده و وارد کره زمین شده، ایران مشهد، و اومده به من خورده که همچین گواره‌ای در اومده. بچه اتچمنت بی 50 مازل MK2 استابیلیزر بله لروی 438 رپید استوک دزم نان 11 اس لیزر. این بچه راجع به اتچمنت کنی صحبت کنم. بچه این اتچمنت که دارم میگم ادیت بد بزنین، مازل بزنین چوک برای آر تی سی، لیزر OWC آن دبل نذارین، ریگی گرانال گریپ تیپ بذارین، پرک اسلید آف هند یا دیزیبل یا چیز دیگه بذارین، اینا رو نذار بچه‌ها، کلا باگه. من بچه‌ها توی چند روز نتونستم برم داخل کال آف موبایل و حتی با همین باعث میشه که یه مقدار ویدیوام کم کار باشم. حالا معذرت میخوام، حالا دارم این مشکل رو حل میکنم که انشالله کال آف هم اوکی بشه، بیشترم ویدیو بزنیم رو روال بیاین. کلا داشتم چی میگم؟ آره یه بچه مازل چوک بدل آر تی سی لیزر OWC گرانال گریپ تیپ. این بچه باگ اتچمنت توی این سیزن هم بچه اتچمنت های HS
اتچمنت HS فقط نرف شده و بیوای 15 یا بی 50 که اصلا مگس کش بود، مگس کش که چه عرض کنم تفنگ آب پاش بود، حالا خوب میزنه این سیزن. حالا این تو اون صحنه دیدین، حالا اونجوری مثلا خوب نمیزنه چون که چیزه بچه‌ها. چی داشتم بهتون میگفتم مال پیشه اونجا یه صحنه بود تک خوب نظر یارو هم داشت مال سیزن پیشه، ولی این سیزن بیوای و کیارم خیلی خوب میزنن، جز HS خوب نمیزنه. الان من فکر کنم یارو رو وان شات میکنم. اینا همه وان شات بچه‌ها چید نیست ها، اینا که این نگاه اصلا یارو نمیزنم چید نیست، اینا مهارت و سفیدیه، یعنی مهارت هم نمیشه گفت، اینا سفیدی و اقبال و شانس منه که من اینا رو اینجوری میزنم. خب هیچ ربطی نداره که من چیتر باشم و وقتی بازی وین میشه نگین که چون یوتیوبری بازیت خوبه، نه، اینا بر اساس فقط یه سفید برفی خالصه. خب امیدوارم که ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو الان لایک، کامنت، کلیک، سابسکرایب بزنید. اول آرزوی پول به بس تک تک شما ستونای گنگ کال آف موبایل باز شهر ببینم. وای گود بای.